الرحمن الرحیم. به ویدیوی جدید معرفی سیستم فروشات و حسابداری خوش آمدین. در ویدیو قبلی لیست مصارف ما دیدیم و در این ویدیو ما میبینیم که یک مصرف چطور اضافه میکنیم. دو گزینه داریم. یک گزینه میتونیم که از مستقیما از همین خود لیست برای از بخش فروشات بریم، یا گزینه بعدیش در بخش معاملات میم. از بخش معاملات در اینجا اضافه کردن معامله بالا از این کلیک میکنیم و این فرم ازی برای ما باز میشه. در فرمش مثل اضافه کردن آیت تاریخ روزی که شما به همراه سیستم کار میکنیم اون تاریخ انتخاب میکنه و قابل تغییر است. شما میتونه که تاریخ دیگر بگیرید و اینجا کاتگوری هایش میاره. کاتگوری ها تمام کاتگوری ها را میاره. شما میتونه که از این سرچ هم کنه. مثلا مصرف جدید نوشته کردم. شما میتونه که همون کاتگوری که بعدا شما از طریق اسکرول هم میتونه از اینجا نام مصرف جدید از اینجا میتونه که جستجو هم کنه. مثلا مصرف جدید اینجا آمد بالا از این و مقدار مصرف تان چقدر بود. فرض میکنیم که 30,000 ما مصرف کردیم. توضیح میگنیم که مصرف به شکل امتحانی، چون مصرف جدید هم شما میتونید که نام یک مصرف واقعی تان به نظر بگیرید. و اگر شما مصارف میکرده باشه، مثلا بلبرق می باشه، شما میتونید که از این قسمت بلبرق هم روش اضافه کنید. اگر کرایه بخش صفایی می باشه یا از بخش شهرداری می باشه، شما همون فایل هم میتونید هم روش اضافه کنید و در نتیجه بالا یا لغو یا ذخیره. اگر عکس از پیشتان اشتباه میشه عکس پاک میکنید، یک عکس دیگر دفعه شما میاره و بعدا ذخیره میکنیم. وقتی که ذخیره کردیم سیستم موفقانه ایره در لیست فروشات اضافه کرد، در لیست مصارف اضافه کرد. اگر ما دوباره بک کنیم یا بازگشت کنیم میتونیم که 30,000 افغانی تاریخ 23 هست، نامش هم کاتگوری مصرف جدید بوده و ای آمده و اینجا ما میتونیم که مشاهده بیشترش کنیم. از این قسمت فایل هایش هم نه که فایلش در نظر بگیرید. فایل ما اضافه کردیم و به نمی ترتیب دیگه مشخصاتش هم برای شما اینجا میاره و اگر از پیش تان اشتباه شده باشه میتونید که ویرایش یا تصحیح کنید. مثلا جدید تغییر یافته، شما یک تغییراتی که میاری برش نظر به ضرورت ایره برای شما نشان میده و اینجا میبینیم که تغییر یافته چیزی که اضافه کرده بودیم این هم اضافه شد که به نمی سادگی ما میتونیم در لیست مصارف ما هم ما موارد اضافه کنیم که قبلا 6 مورد بود و فعلا 5 مورد. حالا اگر جستجو هم کنیم به اساس آخرین موردی که ما اضافه کرده بودیم دستبندی اما یک مورد برای ما میاره مقدارش 30,000 افغانی که نشان میده که ما واقعا این سیستم هم مصارف ما اضافه میکنه و هم در لیست میاره، هم جستجو درست کار میده و هم در اینجا نتیجه را نشان میده که چند تا بود. به این سادگی شما میتونه که مصارف روزانه و مصارف معاملات خدا دینامی سیستم اضافه کنه. تا ویدیوی بعدی بخیر و سلامت باشین.